مقاومت زنان و استیصال جمهوری اسلامی. زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد که سنگین‌ترین حکم حبس ابد را به وی تحمیل کرده‌اند، هفته گذشته در رابطه با استمرار تلاش‌های 13 ساله جمهوری اسلامی برای شکستن اراده این زن مبارز جهت کسب اعتراف تلویزیونی علیه خود با انتشار نامه‌ای خطاب به سران جمهوری اسلامی می‌نویسد: ای ستمگران، نظارگر بودید و هستید. دیدید نمی شود با قتل عام، شکنجه و زندانی کردن ما زنان جلوی حق‌خواهی ما را بگیرید. وقتی یک زن جوهرش با آزادی سرشته شده باشد، هیچ ظلم و زوری نمی تواند او را به زانو در بیاورد. من زمانی به این حقیقت پی بردم که در چنگال ستمگران جمهوری اسلامی بودم. لباسهای مرا بر روی تنم پاره کردند، چشمهایم را بستند، دست و پایم را با زنجیر به تخت آهنی بستند و شکنجه وحشتناک مرا شروع کردند. باور کنید هر وقت ستمگران ظلم و شکنجه را بر من بیشتر می کنند، من جسورتر و مقاومتر می شوم. این پاراگراف کوتاه فقط سخنان زینب جلالیان نیست، زنی که بارها با جابجایی وی از این زندان به آن زندان، با اعمال شکنجه‌های مختلف از کابل زدن‌های پی در پی بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. در واقع زینب اولین زندانی سیاسی زن نیست که بدون ارائه حکم و به صورت خودسرانه دستگیر شده است، بلکه این هتک حرمت‌ها در طول 42 سال حکومت سرمایه‌داری اسلامی در مورد زندانیان سیاسی، خاصه زندانیان سیاسی زن، اعمال شده است. از اعدام‌های سیاسی دهه 60 گرفته، سرکوب خونین کوی دانشگاه، زندانیان سیاسی در اعتراضات سال 88 علیه مضحکه انتخابات تا خیزش 96 و 98، همه حاکی از گزارش واقعیت‌ها، اخبار و افشاگری‌هایی است که توسط زنان انتشار پیدا کردند. جنایت‌ها و شکنجه‌هایی که در دهه 60 در رابطه با زندانیان سیاسی اعمال شد، توسط برخی از زندانیان زن به صورت کتاب، نقاشی، شعر و نمایشنامه انتشار یافته است. برخی از این جنایت‌ها هم هنوز شاهدان زنده‌ای دارد، شاهدانی که واقعیت زندگیشان سند جنایت‌های جمهوری اسلامی است. از خانواده زنان مبارزی که متعلق به جنبش انقلابی کردستان هستند که هنوز داغ تجاوزهای پیش از اعدام را بر سینه دارند، تا قربانیان دیگر گرایشات سیاسی چون مجاهدین خلق و جریانات مختلف چپ. نسرین پرواز از زندانیان سیاسی سابق و از بازماندگان اعدام‌های سال 1367، نویسنده کتاب زیر بوته‌های لاله عباسی، در گفتگو با رادیو فردا از آنچه در دوران بازداشت در زندان‌های ایران بر او گذشته و دیده‌ها و یادهایش این گونه می‌گوید: من خودم شکنجه شدم و پاهایم فلج شد. نمی‌توانستم راه بروم. من قبل از اینکه دستگیر بشوم با دختری به نام یاس آشنا شدم. 14 ساله بود که توی تظاهرات دستگیر شد و 3 پاسدار در کمیته به او تجاوز کردند. او بچه بود که حامله شد. رفتم که ببینم بتوانم کمکش کنم برای کورتاژ. در زندان هم با دختری به نام آناهید آشنا شدم که با دختر خاله‌اش دستگیر شده بود. آناهید وقتی دستگیر شد 12 سالش بود. دختر خاله‌اش 14 سالش بود. اینها در دوران بازجویی توی 2 سلول کنار هم بودند. بازجو به دختر خاله‌اش تجاوز کرد. آن 2 شب‌ها که پاسدارها توی بند نبودند با هم حرف می زدند. دختر خاله‌اش به آناهید میگوید که من میخواهم خودکشی کنم و تو نباید ناراحت بشوی. میگوید که به من تجاوز شده و دوست ندارم دیگر زندگی کنم. آناهید خودش برای من تعریف کرد که تمام شب با سر و صدا سعی میکرده پاسدارها را متوجه کند که نگذارند دختر خاله‌اش خودکشی کند، اما موفق نشد و او خودکشی کرد. اکرم میرحسینی، پژوهشگر در همین راستا،
تجاوز را روال معمول در زندانها بیان کرده و میگوید که این کار اغلب به عنوان مجازات در ملأ عام در بین زندانیان و برخی اوقات مقابل چشم کودکان انجام می شود. سوای اینها، جمهوری اسلامی در موارد پراکنده دیگری همچون پرونده زهرا کاظمی متهم به اعمال تجاوز جنسی به منظور شکنجه زندانیان زن است. تعداد، روند پرونده ها و شکل رسیدگی به اتهامات زندانیان سیاسی هر لحظه پیچیده تر می شود. نرگس محمدی در یادداشتی که روز دوشنبه 25 شهریور در وبسایت کلمه منتشر شد تاکید کرده است تا چند وقت پیش در این بند 15 تا 20 زندانی زن بودیم، اما اکنون 56 زندانی زن فقط در بند اوین هستیم. این فعال حقوق بشر همچنین نوشته است که درباره زندانیان سیاسی زن پی در پی مقررات سختگیرانه تحمیل می شود. سپید قلیان، فعال کارگری که خود اکنون در زندان اوین به سر میبرد، در مورد وضعیت صهبا حمادی، فعال مدنی سوسنگردی که محکوم به 7 سال زندان است، می نویسد: اولین بار او را در بازداشتگاه اهواز دیدم. از بازجویی به سلول آوردنش. در اتاق بازجویی به او برق وصل کرده بودند تا اعتراف کند قصد مسموم کردن زائران اربعین را داشته. او را بعد از ماه‌ها با غل و زنجیر به اطلاعات تهران منتقل کردند. 6 ماه هم آنجا تحت بازجویی بود. چندین بار از او فیلم اعتراف گرفتند. هر بار تهدید می‌کردند عشق زندگیش حسین را خواهند کشت. فروردین 98 به زندان سپیدار منتقل شد. خرداد 98 حکم اعدامش صادر شد. آبان 98 حکم اعدامش شکست و 15 سال حبس تعزیری به وی ابلاغ شد. حسین همسرش را هم بازداشت و او را روانه زندان شیبان کردند. روشن است جمهوری اسلامی از زندانی کردن و شکنجه زنان سیاسی و فعالین مدنی عرصه‌های مختلف یک هدف مشخص، استراتژیک و سیستماتیک را دنبال می‌کند. صرف نظر از اینکه زندانیان سیاسی زن در طول حیات جمهوری اسلامی چه خط سیاسی را دنبال می‌کردند و یا به چه گرایش سیاسی، مذهبی، ملی و جنسی تعلق داشتند، به عرصه سیاست کشیده شدن زنان، مقاومت آنها، طغیان علیه فرهنگ مرد سالارانه و مذهبی و نابرابری‌های اجتماعی به هیچ عنوان برای جمهوری اسلامی قابل قبول نیست، چرا که امر رهایی زن علالعلوم با ماهیت این سیستم سرمایه سالار مذهبی در تضادی آشتی ناپذیر هست و خواهد بود. بر این اساس است که نه تنها فعالین زنان عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، بلکه همه جنبش‌های مترقی مانند جنبش دانشجویی و مشخصاً جنبش کارگری باید آنچه در توان دارند به کار ببندند تا بتوانند با فرهنگ سازی و جا انداختن فرهنگ مقاومت علیه سیستم سرکوب جمهوری اسلامی توامان بتوانند راه رهایی زنان را در هژمونی کردن گفتمان کمونیستی هموار سازند.